یک شاخه گل، برنامه شماره 215. چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت، مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت. اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست. یاد دارم که در ایام جوانی گذر به کویی داشتم و نظر به رویی. در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حر تموز از من ببرد و آبی فرو نشاند، که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی برتافت.
یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید. چنان که در شب تاری صبح براید، یا آب حیات از ظلمات بدراید. قدحی برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق در آمیخته. ندانم به گلابش مطیب کرده بود، یا قطره‌ای چند از گل رویش در آن چکیده. فی الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم، بخوردم و عمر از سر گرفتم. خرمان فرخنده طالع را که چشم بر چنین روی افتد هر بامداد. جانم
عزیز من جانم چنان به موی تو آشفتم، چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو من که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. جانم که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. جانم یارم جانم دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد. خلیل من همه بت‌های آزری بشکن. جانم
مطیع امر توام گر دلم بخواهی سود اسیر حکم توام گر تنم بخواهی چنان به موی تو شفتم به بوی تو من که نیستم که نیستم خبرم هرچه در دلم خوشا دردی که درمانی ندارد، خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد. ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دلی بی مهر جانان هر که را هست، دلی دارد ولی جانی ندارد. به غیر از آه سرد و چهره زرد، حدیث عشق برهانی ندارد. خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست، حدیث از کفر و ایمانی ندارد. خوشا دردی که درمانی ندارد
سری کرده سامانی ندارد دلی بی مهر جان هر که را دلی دارد ولی جانی ندارد ولی جانی ندارد خوشان عاشق که با زلفا رخ حدیث از رو ایمانی ندارد
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 215 بود که با شرکت آقایان جلیل شهناز و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. داستان منصور از گلستان، اشعار از شیخ اجل سعدی و عراقی، آهنگ موزون از آقای جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش.